این پیغام خیلی دردناک رو یکی از مخاطبین کانال یوتیوب روی اپیزود مرزگذاری گذاشته. برمیگرده به موقعی که ما میبینیم که یه والدی به کودکش داره آزار میرسونه، آسیب روانی میرسونه یا حتی فیزیکی، دستش گوشی میده که خودش به زندگیش برسه. دوست عزیزم، نحوه برخورد شما با اون والد برمیگرده به 2 عامل. خارج از ایران هستید یا داخل ایران. اگه خارج از ایران هستید که منابع قانونی خیلی زیاده، فقط برای اینکه اون والد بدونه که صاحب اون فرزند نیست و در صورت درست برخورد نکردن ممکنه عواقب قانونی براش باشه، نه با تهدید، با اطلاع رسانی. مورد دوم، میزان نزدیکی و نوع رابطه شماست با اون والد. اگر که رابطه نرم و ناری دارید، یک ارتباط خوبی هست، شما میتونید از همدردی، همدلی و شفقت برای اون والد استفاده کنید. یک والد زخم خورده است که میتونه زخماشو به بچه‌ش انتقال بده. اگه نوع رابطتون جوریه که به واسطه تذکر شما به اون والد ممکنه اون آدمو بیشتر جری کنین، ممکن ارتباطش رو با بچهش بدتر بکنین، با اینکه جگری بس سوخته داری، بهتر حرفی بهش نزنی. میتونی از آدمایی استفاده کنی که نزدیکترن بهش، میتونن همدلی و همدردی با اون والد، با نزدیک شدن به کودک آسیب دیده اون والد باهاش ارتباط بزنن. تو به من بگو، تو توی این شرایطی چیکار میکنی؟ بی‌اعتنا رد میشی یا خودتو درگیر ماجرا میکنی؟